روز عاشقا. بازی خورده های دوران ما روز ولنتاین میگیرن. ولنتاین. خداوند توفیق. الله بی نیاز است. عشق ما رسول خدا هست. محبت ما الله هست. منتظر ازی هستیم که یک دوست دختر اگر برای ما پیدا شد خیلی خوب میشه، با استثناء جوانهای پاک دامن و با عفت. گاهی اوقات که ازی بحثا میشه در بعض جاها، باز مردم ما را کهنه فکر میگن. کهنه فکر، تنگ نظر، افراطی، سختگیر. نخیر، گپ اشتباه هست. رسول الله ما میگه جوانها یک روز جابر را میگه با دختر باکره ازدواج بکن که او با تو بازی بکنه، تو با او بازی بکنی. دین ما هست. نگفته که در میان بازار در بین مردم توی تو فساد اخلاقی رو مرتکب شو، که برو نزد کسی یک گل با رنگ سرخ بخره بس برش بگی I love you، خیلی دوستت دارم. والله در خانه بازی جمله را تکرارم نمیکنن. یعنی کسایی که تو کارا میکنن در خانه با پشت به یک دیگه میگردانن. هیچ اصلا یک دیگه را دوست نداره. اتاق یکشون یک جای است، اتاق دیگه ایشون دیگه جای است. این فقط یک برنامه مزخرف به خاطر گمراه سازی جوان است. تو اسلام میگه برو با کسی که دوست داره ازدواج بکن، با هر کسی که میلت است ازدواج بکن. اما از این کارهای مزخرف اسلام نفرت داره. اسلامی چیزا رو نمیپسنده. روز به نام عاشقا. این وضعیت را ببین، وضعیت تعلیم و تعلم را ببین، وضعیت اقتصاد را ببین، وضعیت امنیت را ببین. روز به نام عاشقا تجلیل میشه. خیلی جالبه. البته اگر منظور از ولنتاین محبت را بگیرن، اسلام با محبت ناسازگاری نداره. کسی با همسر خود، با معشوقه خود، با محبوبه خود، با نامزاد خود محبت کنه و هر روز محبت بکنه، کدام ممانعت در اسلام نیست. ولی اگر با نامحرمی هر کسی بگویم هر کسی را دوست دارم، اگر تو خواهر کسی دیگه را دوست داری، باز اگر او امامت خواهر تو را دوست داشت، اگر تو خواهر کسی دیگه را بوسیدی، باز او هم خواهر تو را میبوسه، باز آن روز سخت تمام خواهد شد. و حتی کسای بی غیرت های هم هست که میگن ببوسه دیگه، من خواهر او را میبوسم، او خواهر من را ببوسه. استغفر الله. این تو بی غیرت هم پیدا میشده. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا يدخل الجنة الدیوس. دیوس به جنت داخل نمیشه. خداوند ما را دیوس مشرب نگردانه. خواهر ما ناموس ما است، مادر ما ناموس ما است، دختر ما ناموس ما است. خداوند ناموس ما را در کتف رحمت خود نگاه بکنه. ناموس که نداشتی دیگه هیچ چیزی دیگه نداری. خدایا ما را صاحب فضل بگردان. با جوانهای ما با جوانیشان برکت بینداز. بر سفیدای ما غیرت و همت نصیب بفرمای. در افغانستان ریش سفید خیلی قدرت داره. ریش سفیدا فکرتان خوب بگیرین. هنوز هم در افغانستان ریش سفید بسیار قدرت داره. محافظه کاری نکنین بزرگوارا. وقتش رسیده که از دین دفاع کنین. هر جایی که فحشا و استاد شوین نمانین، میتونین. و خداوند همه علما را از محافظه کاری بیرون بگردانه. علمای بلخ را، علمای کابل را، علمای هرات و بدخشان و قندهار را. گله مردم از علما است. علما را خداوند منسجم بگردانه. مثل علمای هرات، جامعه روحانیت هرات، مشایخین هرات، علما و مشایخین و سادات هرات و جمعی از قماندانایشان، جمعی از مجاهدینشان در برابر فساد هم به زبان هم به دست ایستاد شد. و این شکر دوم بود که از یک هرات شروع شد، انشاءالله دنیا را میگیره. ما در مزار شریف هم بعضی کارهایی را داشتیم الحمدلله و داریم. در کابل هم هست الحمدلله و در سایر ولایت ها. دعا کنین که این حرکت ها زیاد شود. حرکت های زیبای اسلامی، به اصطلاح امروز مدنی اسلامی، نه حرکت های افراطی، حرکت های مدنی اسلامی زیبا و مقدس و مبارکه که از سر و روی اون جوانایی که در حرکت داخل میشن نور میباره. نور درخشان اسلام، صدای گیرای ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه.